امروز آخرین روز سال 1404 خورشیدی است. در سال 1404 خورشیدی رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و جهان رخ داد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. ما در این سرویس خبری مهمترین اتفاقات و تحولات این سال را به گونه ویژه گردآوری کرده ایم. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق با من عایشه نیازی خوش آمدید. امروز جمعه 29 مهود 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 مارچ 2026 میلادی. مشروع خبرها. سال 1404 خورشیدی برای امارت اسلامی همزمان با دستاوردهای سیاسی و اقتصادی صحنه چالش‌های امنیتی نیز بود. یکی از مهمترین این چالش‌ها افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند بود. گزارش از نصر نمیری. پایان سال 1404 هجری شمسی در حال فرارسیدگی این سال برای امارت اسلامی همزمان با دستاوردهای سیاسی و اقتصادی صحنه چالش‌های امنیتی نیز بود. یکی از مهمترین این چالش‌ها افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند بود. این تنش که همزمان با رویارویی نظامی با تنش‌های لفظی نیز به همراه بود. موږ بیا دا پیغام دنیا ته ورکوي، خپل ګوډیانو ته ورکوي چې خدای خاطر وکړي، د خبره لارې درته خلاصې دي، خبره دروازې خلاصې دي، مکه داسې عمل ما سړی مجبوروي دغه ته. در این سال کابل و اسلام آباد با دو درگیری بزرگ روبرو شدند. نخست در 9 اکتبر و دوم در 22 فوریه. درگیری نخست زمان آغاز شد که پاکستان ولایت‌های خوست، جلال آباد و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد و حریم هوایی کابل را نیز نقض کرد. امارت اسلامی در 11 اکتبر در امتداد خط فرضی دیورند واکنش نشان داد. تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت لخوا نه پیل شول. هغه انتقامي عملیات اوس د دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او زموږ د معلوماتو له مخې 60 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. پس از این تنش‌ها در 15 اکتبر دو طرف بر سر آتشبس 48 ساعته توافق کردند و در 19 اکتبر نیز مذاکرات دوحه به توافق با آتشبس فوری و سراسری انجامید. با این حال دو دور گفتگوهای بعدی در ترکیه بدون نتیجه پایان یافت و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به پایان ترین سطح رسید. دومین درگیری بزرگ در 22 فوریه آغاز شد، زمانی که پاکستان بخش‌های از پکتیکا و ننگرها را هدف حملات هوایی قرار داد. در واکنش امارت اسلامی در 27 همین ماه عملیات تهاجمی خود را در امتداد خط فرضی دیورند آغاز کرد. در ادامه این تنش‌ها پاکستان بار دیگر برخی مناطق افغانستان از جمله کابل و شمار از ولایت‌های شرقی را هدف حملات قرار داد. در پی آن امارت اسلامی اعلام کرد که اهداف نظامی در نوشهر، امرود، ایبت آباد و فیض آباد در داخل پاکستان را هدف قرار دادند. به گفته عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی، در میانه‌های هفته دوم عملیات ردالظلم بیش از 327 سرباز پاکستانی کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. همچنین 64 پاسگاه و 7 قرارگاه ارتش پاکستان تصرف یا تخریب شده است. در جریان تمام عملیات یک هفته‌ای ردالظلم که در پاسخ به تجاوزهای رژیم نظامی پاکستان آغاز شده بود، تا اکنون مجموعاً 64 پسته و 7 قرارگاه دشمن به تصرف نیروهای افغان افتاده و تخریب گردیده است و حدوداً 327 نفر از آنها کشته شدند و تعداد بیشتر از 350 نفر از دشمن زخمی شدند. همزمان در 16 مارچ پاکستان بار دیگر یکی از شفاخانه‌های معتادان در منطقه پلوچرخی کابل را هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن دست کم 400 تن جان باختند و 250 تن دیگر زخمی شدند. در حدود 400 نفر شهدا و 2.5 زخمیان ارقام دقیق است که خدمت شما عرض شد و اجساد شهدا اکثرشان به خانه‌هایشان برده شده. مقام‌های ارشد امارت اسلامی از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه کشور حملات پاکستان را نقض حاکمیت ملی کشور دانست و تاکید کرد که در صورت هر گونه تجاوز دفاع از خاک خود را حق مشروع افغانستان می‌داند. لبد مرغه پاکستانی لوري اوربن مات کړ او خپل پوځي بریدونه پیل کړل. موږ د روان کال د فروری په 22مه د پاکستانی پوځ لخوا داسې محل تجاوز سره مخ شو
چې زموږ مرکچی ټیم د سعودي عربستان نه منځګړي ټیم سره د دوه اړخیز توافق پر متن په مذاکره بوخت وو. در کنار این تحولات امنیتی در سیاست خارجی نیز امسال برای امارت اسلامی سال مهم بود. روسیه نام امارت اسلامی در 14 حمل را از فهرست سیاه حذف کرد و به عنوان نخستین کشور این حکومت را به تاریخ 13 سرطان به رسمیت شناخت و سفیر افغانستان را پذیرفت. همزمان ترکیه سفیر امارت اسلامی را پذیرفت. پاکستان روابط دیپلماتیک خود را به سطح سفیر ارتقا داد و قزاقستان وعده پذیرش سفیر افغانستان را داد. در همین سال نروژ یک دیپلمات و آلمان 2 نماینده قنصلی معرفی شده از سوی کابل را پذیرفتند. روابط با هند بهبود یافت، سفیر جدید معرفی شد و چند تفاهم نامه به ویژه در بخش دارو میان دو کشور امضا گردید. همچنین روابط کابل و دوشنبه با سفر و مقامها و تبادل هیئت‌ها وارد مرحله تازه‌ای از همکاری متقابل شد. دموږ 2 کسه دیپلماتان چې آلمان ته رسیدلی دي، دا دیپلماتان بالته په سفارت او کنسلګری کې خدمات وړاندې کوي. هلته موږ 15 لکه شاوخوا هیوادوال لرو، د هغوی اړتیاوو ته به رسیدګي کوي او موږ په راتلونکي کې د آلمان سره خبرې اترې و مذاکرات لرو. رویداد مهم دیگر این سال 2 بار سفر هیئت آمریکایی به ریاست آدم بولر نماینده رئیس جمهور این کشور در امور زندانیان بود. در نتیجه دیدارهای او با مقامهای ارشد امارت اسلامی 3 شهروند زندانی آمریکایی در افغانستان آزاد شد. پس از سفر نخستین هیئت بود که آمریکا در اقدام کم پیشینه جایزه تعیین شده برای دستگیری سراج الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی و 2 عضو ارشد امارت اسلامی را لغو کرد. ما با ایالات متحده آمریکا در تماس هستیم، هم مستقیما دو جانبه نشست ها داریم و هم در بعضی پروسه ها مثل پروسه دوحه که همه کشورها در او داخل هست، در او هم مجالس داریم. در کنار این تحولات، امارت اسلامی در سال جاری در شمار از نشست‌ها و مجامع مهم منطقه‌ای و بین المللی نیز حضور داشت. از جمله میتوان به نشست فرمت مسکو، 4مین دور مجمع گفتگوی تهران، 7مین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی در آذربایجان، نشست اقتصادی کازان، 4مین نشست روند دوحه، نشست‌های 3 جانبه چین، افغانستان و پاکستان در کابل و پکن و همچنین نشست سازمان همکاری اسلامی در ترکیه اشاره کرد. در همین حال کابل در سال 1404 میزبان دومین سفر روزماری دیکارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح بود. او در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخلی کشور درباره روند دوحه، گسترش تعامل با جامعه جهانی، مبارزه با مواد مخدر، ثبات اقتصادی و ادامه کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرد. همچنین در این سال 4مین نشست گروه کاری بین المللی مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه با میزبانی یونما در کابل برگزار شد. در این نشست مقامات امارت اسلامی بر توقف کامل کشت کوکنار تاکید کردند و از جامعه جهانی خواستند در زمینه معیشت بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان همکاری کند. 1404 کال د اسلامي امارت لپاره د سیمه‌ییزې ډیپلوماسۍ، اقتصادي ثبات، امنیتي کنټرول او تجارتي پرمختګ کال بللی شو. په دې کال کې مهم پرمختګونه په سیاسي لحاظ باندې دا و چې افغانستان د روسیې لخوا په رسمیت وپېژندل شو او د اکثرو سیمه‌ییزو کنفرانسونو کې د افغانستان حضور و. دغه ترڅنګ د یونما د تمدید ورسره د ملګرو ملتونو مرستیال افغانستان سفر درلود. د دوحې ناسته په افغانستان کې ترسره شوله او د دوحې د فورم د پرمختګ په اړه باندې ډېر مهم اقدامات ترسره شوي او د سیمه‌ییزو اړیکې په دې کال کې پراخه شولې. در سطح بین المللی ایالات متحده نیز موضع تازه در قبال امارت اسلامی اعلام کرد. وزیر خارجه این کشور در 11 مارس در نشست گفت که افغانستان در فهرست کشورهای قرار داده شده است که از بازداشت‌های نادرست حمایت می‌کنند. امروز افغانستان را به عنوان کشوری که حامی بازداشت‌های ناعادلانه است اعلام می‌کنیم. حکومت کنونی افغانستان همچنان از تکتیک‌های برای به دست آوردن امتیازهای سیاسی استفاده می‌کند، اما این کار در برابر این اداره موفق نخواهد شد. حکومت فعلی افغانستان باید دنیس کویل، محمود حبیبی و همه شهروندان امریکایی را که به گونه ناعادلانه در افغانستان بازداشت شدند آزاد کند.
در واکنش به این تصمیم ایالات متحده، وزارت خارجه امارت اسلامی این اقدام را تأسف بار خواند. د افغانستان حکومت څرګندوي چې د هیڅ هیواد اتباع د معاملې د وسیلې په توګه نه دي نیول شوي. ځینې کسان د نافذه قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوي دي چې په ډیری مواردو کې د قانوني پروسې تر بشپړېدو وروسته په عادي ډول خصوصي شوي دي. در همین حال در روزهای پایانی سال مأموریت یوناما برای افغانستان با مدت 3 ماه تمدید شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه مأموریت یوناما را تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. در ادامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات تازه‌ای را نیز در قبال مقامات امارت اسلامی روی دست گرفت. کمیته تحریم های شورای امنیت در تاریخ 19 مهود فهرست افراد تحت تحریم را به روز رسانی کرد. بر اساس این فهرست 22 تن از مقام های ارشد امارت اسلامی از جمله ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تحت تحریم های سفر، انسداد دارایی ها و تحریم تسلیحاتی قرار گرفتند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل در 23 مدل و ماموریت تیم نظارت بر تحریم ها علیه امارت اسلامی را برای مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. امروز در آخرین روز سال 1404 هجری شمسی قرار داریم. در این سال امارت اسلامی با آنکه در بعد سیاسی پیشرفت‌ها و دستاوردهای خوبی داشت، اما در بعد امنیتی با تنش‌ها و چالش‌های نیز به همراه بود. حالا که در آستانه 1405 هجری شمسی قرار داریم، نگاه‌ها با آینده دوخته شده که در آن امید بیشتر به آرامش، ثبات منطقه‌ای در افغانستان و در جهان بیشتر احساس می‌شود. نسترن امیری، خبرگزاری آفاق، کابل. سال 1404 یکی از پرتحرک‌ترین سالهای اقتصادی در افغانستان بود. بانک مرکزی کشور از ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار در این سال خبر داده است. گزارش از اناهیتا اندر. سال 1404 یکی از پرتحرک‌ترین سالهای اقتصادی در جریان حکومت امارت اسلامی به شمار می رود. بانک مرکزی افغانستان از ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار در سال 1404 خبر داده است. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی میگوید که بر اساس تطبیق سیاست‌های پولی مؤثر، قیمت ارز افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار 13% افزایش یافته است و میزان تورم نیز در این سال همچنان در سطح قابل قبول و مطلوب ثابت نگه داشته شده است. په 1404 المریز کال کې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شو. په ځانګړې توګه د امریکایي ډالرو پر وړاندې څه باندې 14% لوړ شوی دی چې دا د افغانستان بانک له لوري د معقولو او معاصرو پولی سیاستونو د تطبیق کارونه کوي. با این حال بانک جهانی در آخرین گزارشش گفته بود که اقتصاد افغانستان با چالش‌های جدی روبروست. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2025 معادل به 1404 هجری خورشیدی حدود 4% کاهش داشته است، اما وزارت اقتصاد در واکنش به این گزارش بانک جهانی اعلام کرده است که اقتصاد کشور در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. هیواد اقتصادي وده چې د اقتصادي فعالیتونو لیدلوري جوړښت او د هغوی ترمنځ اړیکې ښیي د تیر کال په پرتله لوړه شوې چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د مثبت بدلون او د اقتصادي پالیسۍ په برخه کې د لازمې پاملرنې او سم مدیریت روښانه بیلګه ده. در سال 1404 پروژه ها و تفاهم نامه های مهم چون آغاز افغان ترانس، بیش از 30 توافقنامه تجاری با ازبکستان، قرارداد تولید برق با عزیزی انرژی، قرارداد 165 میلیون دلاری با قرقیزستان، افتتاح بند پاشدان و پروژه انتقال برق در جوزجان تصویری از تحرک تازه اقتصادی افغانستان را رقم زدند. امارت اسلامی در سال 1404 در نشست‌های بزرگ اقتصادی از جمله اجلاس روسیه جهان اسلام، مجموعه اقتصادی سن پترزبورگ، نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی و انجمن اقتصادی قرقیزستان روسیه شرکت کردند. اشتراک نمایندگان امارت اسلامی افغانستان در نشست‌های متعددی که در کشورهای منطقه و جهان صورت می‌گرفت سبب شد تا بیشتر تعاملات اقتصادی و سیاسی افغانستان با کشورها از سر گرفته شود و با بیشترین کشورها فعلا افغانستان روابط نیک و حسنه دارد. در سال 1404 افغانستان میزبان چندین نمایشگاه ملی و بین‌المللی بود، از جمله چهارمین نمایشگاه امام ابو حنیفه، نمایشگاه صنعتی و تجاری 7 روزه، نمایشگاه صحت افغان، هفته صنعت و تجارت و نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان که به گفته مسئولان این رویدادها با هدف معرفی تولیدات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از صنعت ملی برگزار شدند. برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از ابزار خیلی خوب معرفی کالاهای داخلی کشور می‌باشد، چون افغانستان
بیشتر تلاش کرد تا با معرفی کالای داخلی افغانستان به کشورهای خارجی یا در بازارهای خارجی بتونه زمینه صادرات بیشتر فراهم بکنه که خوشبختانه این کار محقق شد. هر قدر که ما بیشتر بتونیم نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی را دایر بکنیم، به اون پیمانه ما میتونیم مشتری بالقوی را در بازارهای خارجی پیدا بکنیم. 404 برای تجارت افغانستان چالش‌های همچنان به همراه داشت. تنش میان امارت اسلامی و پاکستان مسیرهای تجاری را مسدود کرد و زیان سنگین به بازرگانان وارد ساخت. در 21 اکرب سال 1404 معاون اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرده که طی 3 ماه آینده تجارت با پاکستان به ویژه در بخش دارو به گونه کامل متوقف می شود و تا زمان ارائه تضمین رسمی از سوی پاکستان برای بازگشایی دائمی مسیرها هیچ گونه تجارت از سر گرفته نخواهد شد. زموږ د صحي سکتور اساسي ستونزه او د پکلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وټولو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. له پاکستان څخه د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه تر سره او ژر له بدیلو لارو استفاده وکړي. پس از بسته شدن مرز با پاکستان، افغانستان تجارت خود را به طور چشمگیری از طریق ایران و کشورهای آسیای مرکزی گسترش داد. وزارت صنعت و تجارت در تازه ترین آمارش گفته که تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان داد و ستد گسترده تری را تجربه کرده است. واردات از این کشورها از 1.679 میلیارد دلار در سال 1403 به 2.399 میلیارد دلار در سال 1404 رسیده، یعنی حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد. واردات از این کشورها از 1 میلیارد و 679 میلیون دلار در سال 2024 به 2 میلیارد و 399 میلیون دلار در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد. در سال 1404 نخستین نشست ملی کار برگزار و تفاهم‌نامه‌های برای اشتغال 1 میلیون نفر امضا شد. وزارت کار از 16 اسد 1404 ثبت نام اعزام 2000 کارگر ماهر به قطر را آغاز کرد. بر اساس آمارهای امارت اسلامی در 9 ماه سال 1404 امارت اسلامی در بخش‌های زیاد زیربنایی از جمله در طرح سرمایه‌گذاری به ارزش 2 میلیارد و 274 میلیون افغانی تایید گردیده. قراردادهای پروژه‌های تولید و انتقال برق با سرمایه‌گذاری 20.7 میلیارد افغانی به امضا رسید. تفاهمنامه تولید 10,000 مگاوات برق با سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلار در افغانستان و دیگر پروژه‌های بزرگ به امضا رسیده است. توافقاتی که در جریان سال گذشته میان وزارت تجارت و صنعت افغانستان با کشورهای منطقه به امضا رسیده است. امضای توافقنامه در مورد اعمال تعرفه ترجیحی و سایر موضوعات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان. امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان افغانستان و ازبکستان. امضای یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قرقیزستان. با گذشت یک سال اقتصادی افغانستان در موقعیت قرار دارد که رشد صادرات، افزایش درآمدهای داخلی و تلاش‌های گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشانه‌هایی از حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی را به نمایش گذاشته است. پروژه‌های مهم در بخش‌های معادن، زراعت، انرژی و صنعت چشم‌انداز روشن از احیای اقتصادی ترسیم کردند. و در خارج از کشور سال 1404 خورشیدی برای جهان سال پرآشوب بود. رویدادهای زیادی در سطح جهانی رخ داد که از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت داشتند. دوبار حمله امریکا و اسرائیل به ایران یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و امنیتی این سال بود. در گزارش از نصرت محمدی بیغش. جهان در سال 1404 خورشیدی پرآشوب بود. در این سال جهان شاهد مجموعه از رویدادهای مهم و تاثیرگذار در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. رویدادهایی که معادلات قدرت و روابط میان کشورها را دستخوش تغییر کرد. یکی از مهمترین رویدادها افزایش تنش و درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل بود.
نخستین حمله مستقیم اسرائیل به ایران در بامداد 23 جوزای 1404 آغاز شد. در آن زمان جنگنده های اسرائیلی به دهها هدف نظامی ایران حمله کردند و جنگی که به جنگ 12 روزه معروف شد آغاز گردید. امریکا سپس وارد جنگ مستقیم با ایران شد و این درگیری پس از 12 روز پایان یافت. سپس اعتراضات گسترده در ایران در این سال شکل گرفت و به سرعت به چندین شهر گسترش یافت. در اوج اعتراضات ترامپ از معترضان حمایت کرد و آهسته و پیوسته ساز و برگاهی نظامی خود را به منطقه اعزام کرد. سرانجام در هفته اول ماه اوت امریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند که در پی آن رهبر و چندین مقام ارشد این کشور جان باختند. سپس ایران حملات را به پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه آغاز کرد، حملاتی که با گذشت بیش از 20 روز هنوز ادامه دارد. این درگیری‌ها باعث نگرانی‌های شدید در سطح جهان شده و حتی بازار نفت و اقتصاد جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. قیمت نفت به بیش از $100 رسید و حمل و نقل نفت در خلیج فارس نیز با اختلال روبرو شده است. امریکا خلاف ماده دوم بند 4 و 7 منشور سازمان ملل متحد بالای ایران حمله نمود و حاکمیت ملی ایران را نقض کرد، ضمنش جنایات جنگی را در آنجا مرتکب شد. در این سال دونالد ترامپ تلاش‌هایی را برای ختم جنگ و منازعه در مناطق مختلف جهان آغاز کرد. ترامپ طرح 20 ماده‌ای برای ختم جنگ در غزه را ارائه داد که منجر به امضای توافق صلح میان حماس و اسرائیل شد. توافقی که با حضور 20 رهبر جهان در شهر ساحلی شرم الشیخ به امضا رسید. حماس بارها اعلام کرده که این توافق از سوی اسرائیل صدها بار نقض شده است. پیرامون برهم خوردن آتش بس شکننده غزه باید گفته شود که از ابتدا هم معلوم بود که هرگز دولت جنایتکار نتانیاهو پابند به هیچ توافق، پابند به هیچ آتش بس، پابند به هیچ ارزش انسانی نیست و این آتش بس شکننده و موقتی هست. در این سال ترامپ با محاصره دریایی ونزوئلا به این کشور حمله کرد و رئیس جمهور برحال کاراکاس را ربود و به امریکا منتقل کرد. ادامه جنگ روسیه و اوکراین و بنبست در جبهات نبرد و همچنان ناکامی تلاش‌های ترامپ برای ختم جنگ میان مسکو و کیف از وقایع مهم این سال نیز بود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.